اسپایدرمن، آیرون من، کاپیتان آمریکا و هالک. هر کدوم از این شخصیت‌ها میلیاردها دلار درآمد واسه اون شرکت ساختن و کل دنیا اونا رو میشناسن. اما چیزی که بیشتر مردم نمیدونن اینه که این شخصیت‌ها هیچ وقت قرار نبود به این جایگاه برسن. اگه فقط چند تا تصمیم کوچیک توی طول تاریخ عوض میشد، اون موقع دیگه شرکتی به اسم مارول وجود نداشت. واتیف رو به دوربین کجاست خونه نه اسپایدرمنی بود و نه اونجرزی، نه حتی MCU و حتی شاید دنیای کامیک هم شکل دیگه‌ای پیدا می‌کرد. این داستان شرکتیه که چندین بار تا مرز نابودی رفت، اما هر بار به شکلی غیرمنتظره از خاکستر خودش بلند شد. خوش اومدیم به لایم کامیکس. مارول تولدی دوباره. جهان در آستانه انفجار بود و تنش‌های سیاسی روز به روز بیشتر می‌شد و چند ماه بعدم جنگ جهانی دوم آغاز شد. اما توی نیویورک مردی به نام مارتین گودمن اصلا به جنگ فکر نمی‌کرد. اون فقط به فکر پول درآوردن بود. گودمن ناشر خوبی بود. مجله چاپ می‌کرد، داستان‌های عامه‌پسند، چیزایی که پول بشه ازش درآورد. اما اون سال اتفاق عجیبی افتاد. دیسی کامیکس با شخصیت جدیدی تمام بازار رو شوکه کرد. سوپرمن. هیچ کس فکرش هم نمی‌کرد که این مرد شنل پوش اینقدر محبوب بشه و بازار رو بهتر کنه. مارتین گودمن احتمالاً به خودش گفته خب اگر چنین شخصیت‌ها یا مردم دوست دارن، خب چرا ما نداشته باشیم؟ همین تصمیم ساده تاریخ رو تغییر داد. گودمن یه شاخه جدید تأسیس کرد و اسمش رو گذاشت تایملی کامیکس. شاید این اسم برای شما آشنا نباشه، ولی خب چند دهه بعد تبدیل شد به مارول. اولین شماره تایملی کامیکس در اکتبر سال 1939 منتشر شد. روی جلد 2 تا شخصیت دیده میشه. یکی از اون شخصیت‌ها که تمام بدنش از آتش تشکیل شده، هیومن تورچ، البته نه جانی استور. در واقع اون یه اندروید بود. و شخصیت دوم نیمور، نیمه انسان نیمه آتلانتیسی. شاید براتون جالب باشه که اصلا قرار نبود قهرمان باشه. اون بیشتر آنتی هیرو بود. گاهی به انسان‌ها کمک می‌کرد، گاهی هم شهرهاشون رو نابود می‌کرد. همین تفاوت هم باعث محبوبیت شده بود. اولین شماره‌اش فروش فوق‌العاده‌ای داشت، جوری که گودمن به این نتیجه رسیده بود که وارد یه تجارت جدیدی شده. چند سال بعد جهان وارد جنگ شد و صنعت کامیک به کلی تغییر کرد. ناشرها فهمیده بودند که مردم دنبال قهرمان خودشون می‌گردن، کسی که بهشون امید بده. این دقیقاً همون جایی بود که معروف‌ترین شخصیت متولد شد. توی سال 1940 جو سایمن و جک کربی روی شخصیت جدیدی کار می‌کردند. اونا نمی‌خواستن فقط یه ابرقهرمان معمولی بسازن و می‌خواستن روی یک پیام کار کنن. نتیجه کاپیتان آمریکا بود. اما چیزی که این شخصیت رو تاریخی می‌کرد، جلد اولین شماره بود که کاپیتان آمریکا مشت محکمی به منفورترین شخصیت تاریخی زده بود. آمریکا رسما وارد جنگ نشده بود. این یعنی ناشر کوچیک کاری انجام داده بود که حتی بزرگترین سیاستمدارا از انجام دادنش میترسیدند و مثل بمب ترکید. فروش اولین شماره از مرز 1 میلیون نسخه هم گذشت، عددی که هنوزم فوق‌العاده است. اما خب موفقیتش زیاد دوام نداشت. پایان هیجان زمانی شروع شد که جنگ جهانی دوم تمام شد. دیگه مردم مثل قبل به ابرقهرمان‌ها هیچ علاقه‌ای نداشتن. سربازا به خونه برگشته بودن و دنیا به کل تغییر کرده بود. حالا دیگه مردم داستان‌های جنایی می‌خواستن. ترسناک، عاشقانه، بعضی وقتا هم وسترن و کامیک‌های ابرقهرمانی یکی پس از دیگری شکست می‌خوردن. فروش سقوط کرد و تایملی کامیک مجبور شد خیلی از شخصیتاشو کنار بذاره. شاید اگه اون روز از مردم میپرسیدین که آیا این شرکت در 80 سال آینده بزرگترین شرکت ابرقهرمانی میشه، بهتون میخندیدند، چون که هیچ نشونه‌ای از موفقیت وجود نداشت. اما درست زمانی که همه فکر میکردن این شرکت رو به پایانه، یه جوون وارد اون شرکت شد. جوونی که قرار بود دنیا رو تغییر بده. جوونی که حتی خودش هم نمیدونست قراره به یکی از بزرگترین چهره‌های دنیای کامیک تبدیل بشه. اسمش استنلی بود. سال 1941 دفتر کوچیک تایملی کامیکس هیچ شباهتی به شرکت بزرگ نداشت. چند تا اتاق ساده، چند تا میز چوبی، چند تا هنرمند که شب و روز مشغول کشیدن کامیک بودن. توی همین دفتر پسر لاغرندامی وارد شد که فقط 17 سال داشت. اسم واقعیش استنلی مارتین لیبر بود. اما بعدها دنیا اونو با نام استنلی شناخت. اگر فکر میکنید اون از همون روز اول نویسنده یا طراح بود، نه اصلاً. کارهای اون بیشتر شبیه به یه آبدارچی بود. جوهردانا رو پر میکرد، واسه هنرمندا غذا میبرد، برگه ها رو مرتب میکرد، روی ماشین تحریر نامه مینوشت، حتی بعضی وقتا پاک کننده مدادا بود. خودش هم بعدا با خنده میگفت تقریبا هر کاری رو که بگین انجام دادم به جز ساختن کامیک. اما یه تفاوت بزرگ با بقیه داشت. اون عاشق داستان بود.
هر فرصتی که پیدا میکرد نوشته نویسنده ها رو میخوند، دیالوگا رو تحلیل میکرد و مدام توی ذهنش داستان جدید میساخت. چند ماه بعد اتفاقی افتاد که مسیر زندگی اون رو کاملا عوض کرد. یکی از نویسنده‌های شرکت ناگهانی رفت و برای پر کردن جای خالیش به استنلی یه فرصت دادن. همه فکر می‌کردن که این یک کار موقته. اما نوشته‌هاش اونقدر خوب بود که کم کم مسئولیت‌های دیگه‌ای گرفت. در 19 سالگی اون به صورت موقت سردبیر شرکت شد. تصور کنید فقط 19 سال، زمانی که همسن و سالاش تازه داشتن دنبال کار میگشتن، اون مسئول انتشار 10 نسخه کامیک بود. اما خب این موفقیت زیاد دوام نیاورد. بعد از جنگ جهانی دوم فروش کامیک‌های ابرقهرمانی یکی پس از دیگری سقوط کرد. تقریباً همه این ناشرا آسیب دیدن. تایملی کامیکس هم از این قاعده مستثنا نبود. استنلی مجبور شد سالها داستان‌های عاشقانه، وسترن، حتی داستان‌های هیولایی بنویسه. کارش اونقدر تکراری شده بود که بعدها خودش گفت نزدیک بود از این کار کناره‌گیری کنه و کلاً نویسندگی رو کنار بذاره. اون واقعاً به این حس رسیده بود که دیگه هیچ ایده‌ای نداره و از نوشتن اون داستان‌ها هم واقعاً خسته شده بود. اگر اون وقت استفاده داده بود شاید ما دیگه هیچ وقت اسپایدرمن و آیرون من رو نمی‌دیدیم. در اواخر دهه 50 اتفاق بسیار مهمی در صنعت کامیک رخ داد. تیم جدیدی به اسم جاستیس لیگ، سوپرمن، بتمن، واندر وومن و فلش همه در کنار هم. این کامیک فروش فوق‌العاده‌ای داشت. وقتی مارتین گودمن آمار فروش دید، رو به استنلی کرد و گفت ما هم یه تیم ابرقهرمانی می‌خوایم. اما استنلی دیگه خسته شده بود. دیگه نمی‌خواست یه کپی از رقیب بسازه. همون زمان همسرش جوان پیشنهادی به اون داد که یکی از بهترین پیشنهادهای تاریخ کامیک بود. اون به استنلی توصیه کرد اگه قراره آخرین کارت رو بنویسی پس بهترینش رو بنویس و همین جمله بود که همه چیزو تغییر داد. استنلی با کمک نابغه‌ای به اسم جک کربی دست به کار شدن. اما این بار یک قانون داشتن. قهرمانای اونا قرار نبود که انسانای کامل باشن. تا اون زمان همه ابرقهرمانا تقریبا بی‌نقص بودن. اما استنلی گفت اگر مردم واقعی مشکل دارن چرا قهرمانای ما این مشکل‌ها رو نداشته باشن؟ نتیجه شد فانتاستیک فور. یه خانواده، نه یه تیم نظامی. اونا با هم دعوا می‌کردن. از دست هم عصبی می‌شدن. اشتباه می‌کردن. گاهی حتی حاضر نبودن با هم حرف بزنن. و دقیقاً همین باعث شد مردم عاشقشون بشن. واسه اولین بار ابرقهرمانا شبیه آدمای واقعی بودن. وقتی اولین شماره منتشر شد، همه منتظر یه شکست بزرگ بودن. اما برعکس، کامیک فروش فوق‌العاده‌ای داشت. مارول تازه فهمیده بود که فرمول موفقیت چیه. نه قهرمانای کامل، بلکه انسان‌های ناقص. این ایده بعدها به دی ان ای مارول تبدیل شد. اما هنوز بهترین شخصیت تاریخ توی راه بود. اوایل دهه 60 استنلی ایده جدیدی داشت. یک ابرقهرمان نوجوان، اما نه مثل شخصیت‌های قبلی که فقط دستیار قهرمان اصلی بودن. خودش قهرمان بود. ناشرا بهش گفته بودن که غیر ممکنه. هیچکس داستان نوجوانی که مدرسه میره رو نمیخونه. قهرمانا باید بزرگسال باشن. اما استنلی کوتاه نیامد. ناشرا اونقدر به این شخصیت شک داشتن که حاضر نشدن واسش یه مجله مستقل چاپ کنن. در عوض اونو داخل آخرین شماره یک مجله قرار دادن که در حال تعطیل شدن بود. امیزینگ فانتزی شماره 15، اولین حضور اسپایدرمن. منطقشون ساده بود. اگر کامیک شکست بخوره، هیچکس متوجه نمیشه. اما نتیجه برعکس بود. وقتی که آمار فروش اومد، اسپایدرمن پرفروش‌ترین شخصیت مارول شده بود. استنلی بعدها گفت همون شخصیتی که همه فکر می‌کردن قرار شکست بخوره، تبدیل به محبوب‌ترین شخصیت مارول شد. اما این تازه شروع ماجرا بود، چون کمتر از 3 سال بعد مارول شخصیت‌هایی رو خلق کرد که باورش سخت توی این مدت کوتاه متولد شده باشه. هالک، ثور، آیرون من، دکتر استرنج، دردویل و ایکس من. شرکتی که چند سال قبل تا مرز ورشکستگی رفته بود، حالا با سرعت باور نکردنی در حال ساخت افسانه بود. اما پشت این موفقیت‌های چشمگیر مارول، اختلاف‌های شکل گرفت که سالها بعد به یکی از بحث برانگیزترین پرونده‌های تاریخ مارول بدل شد. اگر در سال 1963 وارد یکی از دفترهای کوچیک مارول می‌شدین، احتمالاً فکر می‌کردین وارد یک کارخونه شدین. توی هر اتاق کاغذهای طراحی پخش شده بودن. یکی داشت لباسهای قهرمانا رو طراحی می‌کرد و توی اتاق دیگه داشتن دیالوگ‌ها رو می‌نوشتن. اما استنلی تقریباً بین همه اتاق‌ها در حال رفت و آمد بود. مارول دیگه اون شرکت کوچیک و گمنام نبود. تقریباً هر چند ماه یک شخصیت جدید به دنیای کامیک اضافه می‌کرد. و اما چیزی که مارول رو از بقیه رقبا جدا می‌کرد، فقط شخصیت‌هاش نبودن، بلکه دنیایی بود که خلق کرده بود. تا اون زمان بیشتر کامیک‌ها مثل جزیره‌های جدا از هم بودن. بتمن داستان خودشو داشت و سوپرمن داستان خودشو. اگر هم یه زمانی با هم ملاقات می‌کردن، بیشتر یه اتفاق ویژه بود.
اما استنلی ایده متفاوتی داشت. اون میگفت اگر واقعا شخصیت‌ها وجود دارن پس چرا کنار هم زندگی نمی‌کنن؟ و همین موضوع بود که نیویورک مارولو به یک شهر خیلی مهم تبدیل کرد. مثلا ممکن بود اسپایدرمن در حال تعقیب یک دزد باشه و همون لحظه ثور بالای سرش پرواز کنه، یا مثلا ممکن بود هالک توی شهر آشوب بپا کنه و آیرون من برای مقابله با اون از راه برسه. برای اولین بار بود که خواننده‌ها واقعا به این حس رسیده بودن که همه ابرقهرمان‌ها با هم همسایه‌اند و همین موضوع هم باعث شده بود که مخاطبا هر هفته چندین کامیک مختلف رو تهیه کنن. یه ایده ساده اما کاملا هوشمندانه. پشت درای بسته کم کم اختلافات شروع شده بود. جک کربی نابغه طراحی 4 شگفت‌انگیز، تور، هالک و ایکسمن احساس میکرد که سهم واقعیش دیده نمیشه. استیو دیتکو طراح اسپایدرمن و دکتر استرنج تقریبا هیچ وقت مصاحبه نمیکرد. اون مرد منزوی بود، اما یک چیز خیلی براش مهم بود، اینکه مردم بدونن خلق یک شخصیت فقط نوشتن اسم روی کاغذ نیست. استنلی همیشه چهره رسانه‌ای مارول بود. اون تو مصاحبه ها حاضر میشد، توی برنامه‌های تلویزیونی شرکت میکرد، با طرفدارا شوخی میکرد و همین باعث شده بود که بین مردم این تصور شکل بگیره که او به تنهایی تمام شخصیت‌های مارول رو طراحی کرده. اما واقعیت پیچیده‌تر از این حرفا بود. مارول یک روش خاص داشت که بعدها به نام مارول مدهود معروف شد. برخلاف بسیاری از ناشران، استنلی هیچ وقت فیلمنامه رو کامل نمی‌نوشت. گاهی فقط یه ایده کلی به طراح میداد. مثلا میگفت این شماره قراره مبارزه تور با یه موجود فضایی باشه و بعد طراح تمام داستان رو صفحه به صفحه طراحی میکرد. وقتی هم که طراحی تموم شد، استنلی روی تمام صفحه ها دیالوگ ها رو مینوشت. این روش سرعت تولید رو خیلی بالا میبرد، اما خب یه مشکل بزرگ داشت. مرز بین نویسنده و خالق رو مبهم میکرد. آیا کسی که داستان رو تصویر کرده خالقه یا کسی که ایده اولیه رو داده؟ با وجود اختلافات، مارول در دهه 70 همچنان به رشدش ادامه داد. شخصیت‌های جدید معرفی می‌شد و کم کم مارول از یک ناشر کمیک به یک فرهنگ تبدیل شده بود. اما بازار همیشه با آدم مهربون نمیمونه. توی دهه 80 اتفاق عجیبی افتاد. کامیک دیگه فقط واسه خوندن نبود. مردم شروع کردن خرید کامیک واسه سرمایه‌گذاری. بعضیا 10 نسخه از یک کامیک رو می‌خریدن. اما چرا؟ به خاطر اینکه فکر می‌کردن 10 سال بعد میلیونر میشن. ناشرا هم از این مورد استقبال کردن. جلدهای براق، هولوگرافی و حتی طلایی، نسخه‌های محدود یا حتی نسخه‌ای با 5 جلد متفاوت. هر چیزی که مردمو مجبور به خرید بیشتر می‌کرد. در ظاهر فروش مارول هر سال رکورد میشکند، اما پشت همه اینا یه بمب ساعتی توی مرز انفجار بود. اوایل دهه 90 همه چیز به یک باره فرو ریخت. مردم فهمیده بودن اکثر کامیکایی که واسه سرمایه‌گذاری خریده بودن اونقدر هم کمیاب نیستن. وقتی که میلیاردها نسخه از یک کامیک چاپ شده باشه، دیگه ارزش کلکسیونی نداره. تقاضا سقوط کرد و فروشگاه کامیک یکی یکی تعطیل شدن. مارول که تا دیروز فکر می‌کرد شکست ناپذیره، حالا وارد بزرگترین بحران تاریخش شده بود. به جای اینکه هزینه‌ها رو کم کنن، مدیرا تصمیم گرفتن که شرکت‌های بیشتری بخرن. کارت‌های کلکسیونی، شرکت‌های اسباب بازی و سرمایه‌گذاری‌هایی با ریسک بالا. بدهی‌ها روز به روز بیشتر می‌شد. سهام سقوط کرد و اعتماد سرمایه‌گذارا از بین رفت. و سال 1996 اتفاقی افتاد که خیلی‌ها فکرشو نمی‌کردن. مارول اعلام ورشکستگی کرد. فکرشو بکنین، شرکتی که هالک و ایکسمن رو ساخته. اون شرکت حتی الان برای پرداخت بدهی‌های خودش هم مشکل داشت. اون زمان همه گفتن مارول نابود شد. اما هیچ کس نمیدونست که سخت‌ترین تصمیم این شرکت هنوز گرفته نشده. تصمیمی که همه طرفدارا رو شوکه کرد. مارول مجبور شد که قهرمانای محبوبش رو یکی یکی بفروشه. اسپایدرمن، ایکسمن، فانتاستیک فور و حتی هالک. مثل این بود که یه باشگاه فوتبال واسه زنده موندن مجبور باشه که همه ستاره‌هاشو بفروشه. اما تو اون لحظه اون تنها راه نجات بود. اما همین تصمیم بود که چند سال آینده زمینه‌ساز بزرگترین برگشت توی تاریخ شد. سال 1998 اگر از مردم میپرسیدین بزرگترین شخصیت مارول کیه، یه جواب بیشتر نداشتن. اسپایدرمن. بعد از اون ایکسمن. شاید هم 4 شگفت‌انگیز. مارول دیگه هیچ کدوم از اونا رو نداشت. حق ساخت فیلم اسپایدرمن رو فروخته بود و ایکسمن و 4 شگفت‌انگیز هم رفته بودن. درسته مارول صاحب شخصیت‌ها بود، اما اختیار ساخت کامل فیلم‌هاشو نداشت. شرکتی که بزرگترین قهرمان‌های دنیا رو خلق کرده بود، حالا حتی حق استفاده آزادانه از اونا رو هم نداشت. خیلی‌ها گفتن خب این دیگه پایان راه مارول. اما وقتی همه درا بسته میشه، فقط یک راه میمونه. اوایل دهه 2000 بود که مدیران مارول جلسه‌ای برگزار کردن. سوال ساده بود: چرا همیشه شخصیت‌ها رو به استودیوهای دیگه اجاره میدیم؟ چرا خودمون فیلم نسازیم؟ در نگاه اول ایده خیلی جذابی بود، اما خب یه مشکل بزرگ داشت. ساخت فیلم‌های ابرقهرمانی صدها میلیون دلار هزینه برمی‌داشت و مارول هم
چنین پولی نداشت. بانک‌ها هم حاضر نبودن به شرکتی که چند سال ورشکست شده اعتماد کنن. با این حال مدیران مارول دست از تلاش خودشون بر نداشتن. بعد از مذاکرات طولانی تونستن یه وام سنگین بگیرن. خطر از دست دادن بخش بزرگی از سهام شرکت وجود داشت. این فقط یک سرمایه‌گذاری نبود، قمار بر سر آینده مارول بود. اما با چه شخصیتی؟ مشکل تازه از اینجا شروع میشه. چون اسپایدرمن نبود، ولورین نبود، مردان ایکس نبودن، 4 شگفت انگیزم نبود. خب پس چه کسی باقی میموند؟ آیرون من. شاید عجیب به نظر برسه، اما در سال 2008 آیرون من حتی یک ستاره جهانی نبود. اما مارول انتخاب دیگه ای نداشت. حالا باید بازیگر اصلی فیلم پیدا میشد. پیشنهادات زیادی مطرح شد. اما مارول سراغ بازیگری رفت که تو اون زمان دوران سختی و پشت سر گذاشته بود. اون بازیگر کسی نبود جز رابرت داونی جونیور. اون بازیگر فوق‌العاده‌ای بود، اما به خاطر سالها درگیری با اعتیاد و مشکلات شخصی بیشتر استودیوها به او اعتماد نداشتن و نقش اصلی بهش نمیدادن. حتی برخی از سرمایه‌گذاران به مارول هشدار دادن که این انتخاب خیلی خطرناکه. اما کارگردان فیلم جان فاورو روی اون خیلی اصرار کرد. اونا معتقد بودن که رابرت دقیقاً همون کاریزما و شوخ طبعی تونی استارکو داره. بعدها مشخص شد که این تصمیم بهترین انتخاب تاریخ سینما بوده. سال 2008 فیلم آیرون من اکران شد. هیچکس انتظار نداشت که این فیلم تا این حد موفق باشه. منتقدا از اون تعریف می‌کردن. تماشاگرها عاشق شخصیت تونی استارک بودن. اما مهمترین اتفاق بعد از پایان فیلم اتفاق افتاد. وقتی تیتراژ تمام شد، بیشتر مردم از سالن‌های سینما رفتن بیرون. اما کسایی که موندن داخل سالن مردی رو دیدن که وارد خونه تونی استارک شد. اون خودش رو معرفی کرد. من نیک فیوری هستم. و بعد از اون بود که جمله‌ای رو گفت که تاریخ سینما رو عوض کرد. میخوام درباره ایده انتقام جویان با شما صحبت کنم. اون صحنه فقط چند ثانیه بود، اما مفهوم خیلی عظیمی داشت. امروز این ایده خیلی عادی به نظر میرسه، اما اون زمان هیچ کس این کار رو انجام نداده بود. بعد از موفقیت‌های آیرون من، مارول متوقف نشد. هالک، تور، کاپیتان آمریکا، هر فیلم یک قطعه از یک پازل بود. طرفدارا کم کم فهمیدن این داستان‌ها به یک نقطه ختم میشه. سال 2012 فیلم The Avengers اکران شد. برای اولین بار شخصیت‌هایی که جدا از هم دیده بودیم، این بار توی یک فیلم کنار هم جمع شده بودن. فیلم به موفقیت عظیمی دست پیدا کرد و نشون داد دنیای مشترک سینمایی میتونه جواب بده. از اون لحظه به بعد تقریبا تمام استودیوهای بزرگ هالیوودی تلاش کردن نسخه مشابهی بسازن، اما کمتر کسی تونست به موفقیت مارول برسه. موفقیت مارول توجه غول‌های رسانه‌ای رو به خودش جلب کرد. در سال 2009 بود که شرکت دیزنی مارول رو خرید. ارزش این معامله چیزی حدود 4 میلیارد دلار بود. بعضی اون زمان میگفتن که دیزنی پول بیش از حدی پرداخت کرده، اما سالها بعد درآمد فیلم‌ها، سریال‌ها، محصولات جانبی، پارک‌های تفریحی نشون داد که این خرید یکی از بهترین سرمایه‌گذاری‌های تاریخ بوده. وقتی به تاریخ مارول نگاه میکنیم، شاید بزرگترین قدرت اون قهرماناش نباشن. نه قدرت پرواز کردن، نه زره‌های میلیونی و نه حتی چکش تور. مارول بارهای بار شکست خورد. بعد از جنگ جهانی دوم تقریبا فراموش شد. توی دهه 90 ورشکست شد. تقریبا تمام قهرمانای محبوبش رو فروخت. همه فکر میکردن که مارول دیگه تمام شده. اما هر بار اونا یه راه واسه بلند شدن پیدا میکردن. شاید به همین دلیل باشه که داستانای مارول فقط داستان ابرقهرمانا نیست، بلکه داستان امیده، داستان ریسک کردن، داستان این حقیقت که بعضی وقتا بزرگترین موفقیت‌ها از دل شکست بیرون میاد. و اگر روزی کسی از شما پرسید بزرگترین سلاح مارول چیه، شما نیاز نیست بگین اسپایدرمن، شما نیاز نیست بگین ایکس من، شما نیاز نیست بگین هالک. فقط کافیه که بگین قدرت دوباره بلند شدن. امیدوارم از این اپیزود لایم کامیکس لذت برده باشین. تا اپیزودهای دیگه، فعلا.